صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. شکر و سپاس به پروردگار عالمیان و درود و سلام بر رسول اکرمش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. برادران و خواهران بسیار عزیز و هموطن، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم در لباس صحت و عافیت آراسته باشید و شب و روز را در چوکات هدایات خالق لایزال ما بگذرانید. و برنامه ایمان و تقوا خوش آمدید. برنامه این هفته به ادامه دو برنامه گذشته در مسائل امتحانهای حیات این دنیا می باشد و به صورت خاص در این برنامه راجع به انواع مختلف امتحانهای خداوندی و راههای موفقیت در این امتحانها صحبت خواهیم کرد ان شاء الله. ما شما من حیث مسلمان همیشه باید به خود یادآور شویم که من در یک دنیای موقتی، در یک حیات بسیار زودگذر و در یک حیات امتحان و آزمایش قرار گرفتم و حیات دیگری، حیات ابدی در پیش روی دارم که به اساس نتایج این امتحانها آن حیات من نوعیتش و آرامی یا نارامی من تعیین می شود. ما شما الحمدلله همه ما این حقیقت را می فهمیم که حیات این دنیا یک حیات امتحانی است و در مجموع حیات مشکل نداریم، اما مشکل اکثر ما در پیدا میشه که همین مفهوم و همین مطلب در حالات مختلف زندگی خود، در حیات روزمره خود تطبیق کنیم. به طور مثال اگر یک مشکل برای ما پیدا میشه، فوراً نتیجه گیری میکنیم و قضاوت میکنیم، میگیم که ما چی گناه کردیم، حتما کدام گناهی کردیم، کدام کار خراب کردیم که مرا خدا جزا میده. و همین طور اگر نعمت برای ما میرسه، میگیم که حتما ما بسیار کار خوب کردیم و بسیار دیگه خدا از ما خوش است و بسیار به خدا نزدیک شدیم که نعمت ها رو برای ما داده، در حالی که حقیقت چیز دیگر است. حقیقت این است که همه امتحان است و آزمایش است و ولو که پاداش و جزا در این دنیا هم باشد، پاداش و جزا هم خودش امتحان است که انسان ها در مقابل پاداش خداوند چه قسم عکس العمل نشان میتن و در مقابل جزای خداوند چه قسم عکس العمل نشان میتن. ولی زندگی ما شما و حالات زندگی ما شما هر روز و هر شب و حتی هر ساعت و هر لحظه یک نوع امتحان است و این موضوع بسیار مهم است که همه ما درک کنیم که دنیای اصلی پاداش و جزا دنیای آخرت است و این دنیا در همه حالات، در همه وقایع و مصیبت ها و خوشی ها ما در یک امتحان قرار داریم. خداوند متعال از انواع گوناگون امتحان ها در قرآن عظیم شان تذکر می‌دهد که انشاءالله چند نوع آن را ذکر میکنیم. مگر پیش از آن بیایی که امی خود کلمه که در قرآن عظیم شان استفاده شده برای امتحان کمی دقت کنیم. دو کلمه معمولا در قرآن عظیم شان برای مفهوم امتحان یاد شده، یکی کلمه بلا و دیگر کلمه فتنه. هر دو کلمه در فارسی هم استفاده میشه و معنایش تقریبا بعض اوقات مشابه و بعض اوقات مختلف است. بلا در عربی معمولا به یک غم یا تکلیف گفته میشه، اما در این زمان معنایش امتحان است و وقتی به معنای امتحان استفاده میشه، هم به معنای امتحان غم و تکلیف و هم به معنای امتحان نیکی و خوبی و نعمت استفاده میشه. و کلمه فتنه همچنان
از اصل کلمه فتن ریشه میگیره که فتن قرار دادن طلا در آتش است تا میزان خوبی و بدی طلا ظاهر شود یا طلا از ناخالصی ها خالص شود و معنایش بسیار زیباست و ارتباط میگیره به امتحانهای حیات انسان. چرا همونطور که میگن که فولاد در کوره میگذارن تا به اصطلاح خوب آب دیده شود، همونطور انسان ها در حوادث مختلف حیات قرار میگیرن تا از نتیجه این حوادث پرورش کنن و خوب مقاوم شوند. با در نظر داشته این دو کلمه فتنه و بلا کردیش به معنای امتحان استفاده میشه. البته فتنه در قرآن عظیمشان بعضا به معنای مختلف دیگه هم استفاده شده، اما اکثرا به معنای امتحان و آزمایش استفاده شده. حالا از انواع گوناگون امتحان ها در قرآن عظیمشان ذکر شده، انشاءالله یک چند دانش ما اینجا اشاره میکنیم. 5 نوع از این امتحان ها در سوره بقره در آیت 155، یعنی در سوره دوم آیت 155 ذکر شده که خداوند متعال در این آیت مبارک میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ترجمه ای آیت مبارک این است که حتما شما را امتحان کردنی هستیم در چیزی از ترس و گرسنگی و زیان مالی، زیان جانی و زیان ثمرات، نتایج، میوه ها. 5 نوع امتحان در اینجا خداوند ذکر میکنه و میگه که ولنبلونکم. حرف لام در شروع فعل وقتی میآید به نام لام توکید در گرامر عربی یاد میشه که یعنی برای تاکید است که حتمی مسلما که ما شما را امتحان کردنی هستیم، یعنی کل شما انسان ها حتما در طول حیاتتان یک دفعه به یک شکل و یا زیادتر این امتحان ها را تیر میکنیم. و امتحان ها البته خداوند میگه به شیء، به یک چیز، یعنی به یک کمه، نه بسیار زیاد، نه بسیار زیاد شما را به درجه های بزرگش امتحان نمیکنیم، به درجه های کمش حتما شما امتحان میشین. و او چی است؟ اول خوف، میگه به ترس شما را امتحان میکنیم. یعنی بسیار وقتا هر کدام ما و شما حتما در زندگی ما واقع شده و واقع میشه که برای ما دفعتاً یک ترس پیدا میشه. ترس های مختلف، ترس های به خاطر امنیت ما، به خاطر وقایع، به خاطر حالات مختلف، خبرهایی که برای ما میرسه، یک تشویشی که برای ما پیدا میشه، ترس درباره آینده، ترس درباره مسائل زندگی، اقتصاد، فامیل و غیره. ترس های گوناگونی که در زندگی ما پیدا میشه، خداوند میگه که این ترس اصلا یک امتحان است، ما شما را در امتحان قرار میدم. دیگه خداوند میگه که در جوع، در گرسنگی ما شما را امتحان میکنم. گرسنگی در حالات مختلف ما و شما حتما گرسنه میشیم. مثلا در رمضان که روزه میگیریم خودش یک امتحان است که چقدر طاقتی گرسنگی داریم. گرسنگی در حالات دیگه از نتیجه فقر و بیچارگی بعض اوقات بسیار ما یا بسیار انسان ها که قدرت زیر ندارن که نان بخورن و نان پیدا کنن یا بخرن چیزی بخورن. و بعض دیگه ما ولو که پول هم در جیب ما است و امکاناتش هم در پیش ما است، اما یک وقت مثلا نان تیار نمی باشه در خانه که نان بخوریم و ما باید معطل شویم. بعض اوقات در بیرون هستیم، رستوران پیدا نمیشه، رستوران بسته می باشه، یک حالات دیگه پیدا میشه که ما در گرسنگی امتحان میشیم. خداوند میگه حتما شما را من امتحان میکنم و اگر ما همونجا به یاد خود بیاریم که من در امتحان هستم، انشاءالله باز آسانتر میشه امو عکس العمل ما و انشاءالله مؤثرتر عکس العمل نشان میتیم که من باید چطور چی باید بکنم و چطور صبر کنم، چطور حوصله کنم، چطور عکس العمل نشان بدم. دیگه خداوند میگه که شما را من امتحان میکنم به زیان مالی، یعنی مال و دارایی که شما دارین، ثروتی که دارین، در خانه‌تان هر چیزی که دارین، در بانک هر چیزی که دارین، موترتان و غیره وسایل و وسایطی که در اختیارتان گذاشته شده، کل از یا شما
یک روز شاید زیان کنین، یک روز نقص کنین، یک روز شاید یک چیزتان که بسیار دوست دارین بفته بشکنه، یک ظرف بسیار مهمتان در خانه شاید بفته بشکنه، در یک چیزتان گم شوه، یک مالتان، یک پیسهتان، یک عایدتان یا وظیفهتان از دستتان بره، یا به اشکال مختلف شما زیانهای مالی و اقتصادی در حیاتتان میکنین، ولی امتحان است، شما را در امتحان قرار میده. دیگه میگه در زیان جانی شما را قرار میده، حیات شما شاید در خطر واقع شوه و پیش روی شما شاید بسیار دوستایتان، عزیزایتان، اعضای فامیلتان و کسایی را که بسیار فکر میکنین که اگه این زنده نباشه ما چطور زندگی پیش میره، همو شاید پیش رویتان بمره و از این دنیا برن، پس حیات کنن. و دیگه میگه در شما را در زیانهای ثمرات شما را در امتحان میکنم، در زیان چیزایی را که شما انتظارش هستین که از اون نتیجه بگیرین، چی میوجات باشه در درخت، چی اولاد باشه که یک ثمر حیات انسان است، چی دیگه چیزایی که شما محصولاتی را که شما سر از او بسیار حساب میکنین و سرش بسیار کار کردین، زحمت کشیدین و انتظار دارین، توقع دارین که به دستتان بیایه، ولی شاید به دستتان نبیایه و شاید نیمه به دستتان بیایه یا هیچ به دستتان نبیایه. یعنی خداوند میگه کل از یا چی است؟ امتحان است. و مسئله مهم امتحان همیست که یعنی خداوند میخواد ببینه که کدام شما وظایف اصلیتانه در تمام این حالات نگاه میکنین که او عبادت خداوند است و اطاعت خداوند است و باز حالتتان توجیه نمیکنین که حال دیگه به این خاطر یا این خاطر من میتونم که هر قسم خیر از حرام استفاده کنم، راه غلط بگیرم یا اوتو کنم، مگر ای که شریعت برای ما در چوکات خود برای ما بعض اوقات اجازه داده باشه که بعض چیزا آسان تر شود. در غیر از او باید ما متوجه باشیم که در امتحان قرار داریم. انواع مختلف امتحان ها، دیگه امتحانی که زیاد در زندگی ما و شما با اون مواجه میشیم امتحان اولاد است. خداوند میگه و انما اموالکم و اولادکم فتنه، میگه شک امتحان اولاد و مال شما فتنه هست. مال یعنی مال دارایی که برای که درباره زیانش بیشتر گپ زدیم، یعنی امی که هر چیز دارین این خودش امتحان است و اگر ندارین هم امتحان است. اگر خانه خرد دارین امتحان است، اگر خانه کلان دارین امتحان است، اگر خانه ندارین هم امتحان است، اگر چندین خانه دارین امتحان است، اگر موتر دارین امتحان است، اگر ندارین موتر کونه دارین، موتر نو دارین، در خانه تان هر چیز دارین یا ندارین یا کم دارین یا زیاد دارین، این کلش اصلا امتحان است که شما چه قسم در مقابل از اینا عکس العمل نشون میتین و چطور شکر خدا را در همه حال انجام میتین و چطور در همه حال صبر در مقابل مشکلات مختلفی که از نگاه مال و پیسه و چیزا مواجه میشین میکنین. و دیگه امتحان اولاد است. اولادهای ما و شما در حالی که بسیار وقتا سبب خوشی ما میشن، کارهایی میکنن که خوش میشیم، افتخار میکنیم. همین خوشی و افتخار هم برای ما امتحان است و در عین زمان بعض اوقات سبب بسیار تکلیف های ما میشن، رنج های ما میشن و بسیار ما و شما را به عجیب و غریب غم ها مواجه میسازن. بله این هم امتحان است. طبعا ما به حیث پدر و مادر مسلمان کوشش بندگی و بشری خود باید همیشه بکنیم که اولاد صالح تربیه کنیم و اسلام در فامیل باید تمام قوانینش مراعات کنیم و اولاد خود از هر نگاه مسلمان عالی تربیه کنیم. اما باز هم امکان داره که اولادهای ما به دل ما نبیه، باز هم امکان داره که اولادهای ما بسیار زیاد مشکلات برای ما خلق کنن یا بسیار مسلمان خوب شوند. یعنی در هر دو صورت اولادهای شما برای شما امتحان است و امتحان اولاد بسیار امتحان کلان است که اکثر ما و شما میتونیم خوبتر این موضوع را بفهمیم. و خداوند متعال بسیار زیبا میگه که یعنی شر و خیر، خیر و شر و حسنات و سیئات همش اصلا امتحان است. و بلوناهم بالحسنات و سیئات، در برنامه گذشته تشریح کردیم که خداوند میگه من به نیکی ها و به مصیبت ها شما را امتحان میکنم و کردیم. و همچنان میگه که و نبلوکم بالشر و الخیر فتنه، و امتحان میکنیم شما را به شر و خیر. ولی اگر مصیبت و تکلیف هم برای ما میرسه امتحان است و اگر خیر هم برای ما هر نوع آسایش آرامی برای ما میرسه او هم امتحان است. حالات
نرمال زندگی ما هم امتحان است. اکثرا ما فکر میکنیم که امتحان تنها حالت غم بزرگ یا حالت خوشی بسیار بزرگ است. نه، حالت عادی زندگی ما هم امتحان است. چرا حالت عادی باید هزارها نعمت شامل حال ما باشه که ما حالت عادی داشته باشیم و در حالت عادی و حالت نعمات اکثرا ما شکر خدا را انجام نمیدیم. در مورد این که نعمتهای خداوند همه در این دنیا امتحان است، حتی این حقیقت در زندگی پیغمبرها هم میبینیم. مثلا سلیمان علیه السلام وقتی که خداوند متعال در سوره نمل سوره 27 قصیش میکنه که وقتی که یکی از پیروان سلیمان علیه السلام تخت بلقیس برش به آن وایت، یعنی کمتر از یک چشم زدن برش از بسیار فاصله دور ایرا آورد و حاضر کرد، عکس العمل سلیمان علیه السلام فورا ای بود که گفت قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. معنایش این است که گفت ای از لطف و رحمت پروردگارم است، از فضل پروردگارم است که کار واقع شد به این سرعت تا مرا امتحان کنه که آیا شکرش انجام میتم یا کفران نعمت میکنم. بله، حتی یک پیغمبر برش یک نعمت که میرسه میفهمه که من در امتحان قرار دارم که امتحان شکر یا امتحان کفران نعمت. و همین ترتیب در زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میبینیم که در وقتی که در جنگ بدر در مقابل دشمنهای بسیار بزرگ و قوی با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با یک تعداد بسیار کم موفق شدن و کامیاب شدن و پیروزی حاصل کردن، خداوند متعال در سوره انفال میفرماید که ولیبلی المؤمنین منه بلاء حسنا، ما مؤمنین را امتحان کردیم با امتحان نیک. یعنی خداوند متعال میگه این موفقیت که برای شما دادم این یک امتحان بود و که شما مزه موفقیت ببینین و همچنان در این امتحان شوین تا مغرور نشین و بفهمین که همه چیز از طرف خداوند است و حقیقت درک کنین و با یادتان داشته باشین که کمک از طرف خدا بود که شما موفق شدیم. دیگه نوع امتحانهایی را که خداوند میگه بعض اوقات بعض شما را ما به بعض دیگه تان امتحان میکنم، یعنی یکی تانه سر دیگه امتحان میکنم. بسیار زیبا خداوند میفرماید، میگه و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم. خداوند میگه بعض شما را برتری داده، بلند مرتبه ساخته نظر به دیگرها تا امتحان کنه در آنچه که شما را داده. یعنی تفاوت‌هایی که به صورت طبیعی بین ما موجود است، این همش برای امتحان است. مثلا یک نفر بسیار با استعداد است، یک نفر کم استعداد است. یک نفر بسیار زیباست، یک نفر قدر زیبا نیست. یک نفر دیگه بسیار قدش بلند است، یک نفر بسیار قدش پخش است. این بسیار تفاوت‌های دیگی که در طبیعت وجود ما قرار دارد و همچنان بعض تفاوت‌های دیگه در زندگی ما. یعنی ولو که دو نفر کوشش مساوی میکنن که یک چیز را به دست بیارن، یکیشان بسیار با آسانی به دست میاره، یکیشان بسیار با سختی به دست میاره، یکیشان هیچ به دست نمیاره، یکیشان بسیار همه چیز به دست میاره. یعنی این تفاوت‌هایی که واقع میشه تا جایی که کوشش بندگی خود کرده باشیم دیگه حتما امتحان است و خداوند بعضی ها را میگه به مرتبه بالاتر قرار میتم، از نگاه سن به مرتبه بلندتر قرار میتم، از نگاه مختلف دیگه در مرتبه بالاتر بعضی را آمر میسازم، بعضی را مأمور میسازم، بعضی را کلان میسازم، بعضی را خرد میسازم. یعنی این کلش امتحان است. طبعا اگر تفاوت ها به خاطر بی‌عدالتی های انسان ها باشه، ما باید در مقابل آن مبارزه کنیم و او را باید قبول نکنیم و بخوایم که از او بی‌عدالتی ها براییم. اما تا وقتی که کوشش بندگی خود کرده باشیم و بعد از او اگر تغییر نمیکنه، یعنی باید بفهمیم که این یک امتحان است و کوشش خود باید ادامه بدیم. اما درک امتحان بسیار مهم است. دیگه جای به ارتباط خداوند میگه که و جعلنا بعدکم لبعد فتنه اتصبرون. به سوره فرقان میگه بعض شما را به دیگرایتان آزمایش میکنیم، یعنی بعض شما را به امتحان قرار میتیم بالای بعض دیگه. آیا صبر میکنید؟
یعنی مثلا یکی ما برای ما یک تکلیف پیدا میشه، مریض میشیم، دیگرها در امتحان قرار میگیره که چه قسم اینا چقدر کمک میکنن، چقدر به مریضی ما میرسن، چقدر خبر ما را میگیرن، چه قسم عکس العمل نشان میتن. همینطور اگر برای ما نعمت میرسه، خوشی برای ما میرسه، دیگرها در امتحان قرار میگیره که آیا اونا بخیل میشن، آیا اونا هم خوشی نشان میتن. همینطور خود ما در امتحان قرار میگیریم که دیگرها چه قسم عکس العمل نشان میتیم در خوشی هایشان، در بدی هایشان، در برتری هایی که خدا برشان داده، یا اگر اونا را پایین تر ساخته از ما چی میکنیم. بسیار زیاد ما و شما یکی ما توسط دیگه ما امتحان میشیم که بسیار مهم است که به یاد خود بیاریم. از دیگه نوع امتحان هایی که خداوند یاد میکنه، میگه کسانی که ادعای ایمان میکنن ما اونا را حتما امتحان میکنیم. بسیار زیبا در شروع سوره عنکبوت خداوند میفرماید که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العظیم. در این دو آیت مبارک که در شروع سوره عنکبوت است، خداوند متعال می فرماید که انسان ها فکر میکنن که امین که بگوین که ما ایمان آوردیم اینا گذاشته میشن و امتحان نمیشن. ما بلکه امتحان کردیم مردم هایی را پیش از اینا را که این ادعاها را کردن، یعنی تا آن که خداوند مشخص بسازد و معلوم کند برای خود مردم که کی صادق است در ادعای خود و کی دروغ میگه، کی ادعایش واقعی است، کی فقط اما تو یک ادعا کرده. ولی ادعا بسیار آسان است و بسیار ما میگیم من یک مسلمان خوب هستم، من یک مؤمن هستم، اینطور ایمان قوی دارم، اینطور اینقدر دل ما پاک است و در دل ما اینقدر ایمان خداوند قوی است. خداوند میگه من امتحان میکنم شما را، حتما در میدان امتحان قرار میتمتان که دیده شود، که ایمانتان در عملتان دیده شود که شما چقدر عمل میکنین. بله، عمل کردن، اطاعت خداوند، اطاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم بهترین نشانه ایمان در قلب است. که وقتی انسان عمل نکنه، اطاعت خدا را نکنه، دیگه باز خداوند میگه که حتما در امتحان ها این قرار میتون که معلوم میشه که شما نکردین. در بسیار موارد دیگه ما و شما ادعا کردن بسیار آسان است و بسیار ادعا میکنیم. مثلا میگیم یک روز دیگه اگر من باز پیسه داشته باشم، باز ببین که من چی قدر کمک میکنم، چه قدر مردم ها را نجات میتم و چه قدر پیسه خدا به هر کس تقسیم میکنم. و خداوند حتما پیسه دار میسازه ما و باز نشان میده که چقدر این کار میکنیم و بسیار کسا در این امتحان ناکام شدن. همینطور بسیار کسای دیگه است که ادعا میکنه که اگر یک روز من باز قدرت داشته باشم، یک مقام داشته باشم، باز ببین دیگه که من چقدر این کار میکنم، اون کار میکنم، چی اصلاحات رو به وجود میارم، چطور میکنم. اونا رو خداوند امتحان کرده و میکنه و برشان موقع رو میته تا که معلوم شود که کی صادق است، کی فقط همینطور ادعا میکنه و اساس نداره ادعایش. همینطور خداوند متعال حتی کسانی را که ادعای جهاد میکنن و خود مجاهدین میگن، خداوند متعال در جهاد آنها را امتحان میکنه و میگه که ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین و نبلو اخبارکم. خداوند متعال در این آیت میفرماید که ما شما را امتحان میکنم تا معلوم شود که کی مجاهدین است، کی مجاهدین حقیقی است، کی مجاهدین به اصطلاح مجاهد نماها هستند، کی فقط ادعا میکنه و شرایط مساعد میبینه و میخواه که شهرت مجاهد پیدا کنه و از امکانات که برای مجاهدین بعض اوقات میسر میشه از او استفاده کنه و به تحت نام مجاهد به قدرت برسه. و کی مجاهدین حقیقی است که به خاطر خدا در راه خدا صابر می باشن و جهاد میکنن. خداوند میگه من امتحان میکنم و معلوم میکنم و نبلو اخبارکم، خبرهای شما را، حالات شما را همیشه امتحان میکنم و در امتحان دنیا شما قرار میگیرین که
تا خود شما و همه دیگرها بفهمن که کی مجاهد واقعی است در هر جای و کی مجاهد نما هست و این حقایق در تمام دنیا برای کسایی که حق بین باشه همیش معلوم میشه و معلوم شده. همین ترتیب خداوند مجاهدین میگه که در دیگه جایی که ولو یشاء الله لانتصر منهم ولكن لیبلو بعضکم ببعض. خداوند میفرماید ایام در سوره محمد است که اگر خدا میخواست خودش جزا میداد اونا را، یعنی ضرورت نبود که شما در مقابلشان جنگ کنین و جهاد کنین و اونا را به جزایشان برسانین. خداوند خودش میتونست که اونا را جزا بده، دشمنای اسلام، مگر خداوند خواست که بعض شما را به دیگرها و بعض دیگر امتحان کنه. یعنی خداوند آلات را قرار میده، آلات را به وجود میاره که یکی معلوم شود که کی دشمنی با اسلام میکنه، کی دفاع از اسلام میکنه، کی حمله سر مسلمان ها میکنه، کی دفاع از مسلمان ها میکنه، کی همکاری با دشمنای اسلام میکنه و کی همکاری با کسانی که دفاع از اسلام میکنن. این هم کلش امتحان هاست که خداوند متعال همه گیره قرار میده تا ادعاها ثابت شود. دیگه امتحانی که خداوند میگه شما را میکنم در تبلیغات دشمنای اسلام. اینا میگه از شما تبلیغات میکنه. در سوره آل عمران در قسمت های آخرش خداوند میگه لتبلون فی اموالکم و انفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الكتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذى کثیرا. خداوند متعال میفرماید که حتما شما در مالتان و جانهایتان امتحان میشین و حتما شما سخنهای بسیار آزاردهنده از کسانی که با آنها قبل از شما کتاب داده شده است، یعنی یهود و نصارا، و از مشرکین مشنوید. بسیار سخنهای ناراحت کننده از آنها مشنوید، بسیار افواهات در مقابل شما، در مقابل دینتان میکنند و همش چی است؟ امتحان است. وقتی قبول کنیم که خب درست است که همه حیات و همه مراحل حیات ما و همه حالات ما امتحان است، پس چی کنیم در این امتحان ها؟ چطور اقدام کنیم، چطور عکس العمل نشان بدیم که موفق شویم در امتحان ها؟ بله، خداوند متعال در این مورد هم بسیار برای ما تذکرات زیبا میده که در بعض آیات ما ادامه آیات تلاوت نکردم که امی قسمت های دیگهش است. اولی که نکته اول بسیار مهم است که امی آگاهی را داشته باشیم، یعنی به خود وقتی که یادآور شویم که ما در امتحان قرار دارم، خود از این بسیار زیاد ما را کمک میکنه در موفقیت ما. چرا؟ به طور مثال در زندگی روزمره خود اگر ما و شما متوجه شده باشیم، بعض اوقات بعضی اعضای فامیل، بعضی رفیقا و دوستا یا خورخنده یکی دیگر میگه بیایی که میره یک امتحان کنیم، بیایی که برش مثلا خبرای خوبه ولو که او خبرای صادقانه و راست باشه، میگه بیا که کلی خبرای خوبه برازی بتیم ببینیم که چه قسم عکس العمل نشان میده و برش که میگیم که نه برات این چیز واقع میشه، این چیز واقع میشه، این دیگه بخیر از این تو یک چیز میشی و یا این کارا میکنی، چیزای خوبه که برش میگیم. بسیار زیاد امکان داره که آدم بسیار زیاد خوش شوه و بسیار متحد شوه و شور و شعف پیدا کنه و بسیار خیزک و به اصطلاح جستک بزنه که اوه چقدر چی. به همین ترتیب اگه خبرهای بعد برش بگویم بیا که خبرهای بعد بگویم بتیم که این چیز بر واقع شده، این چیز دیگه واقع میشه سرت، این در فامیلت، این در زندگیت، این در مالت، این در چیز. بسیار زیاد و آدم امکان داره که عکس العمل بسیار منفی نشان بده و بسیار ورخطا شوه و بسیار مضطرب شوه و بسیار پریشان شوه و بسیار شاید گپای خراب از زبانش برای یا عکس العمل بسیار خراب در وجودش پیدا شوه. ولی با مجرد که بفهمه که مرا اینا امتحان میکنه، دیگه باز بسیار زیاد امکان داره که بسیار عاقلانه، بسیار عاملانه، بسیار به پختگی جواب بده و به سنگینی عکس العمل نشان بده و ورخطا نشه و بسیار خوش نشه. میفهمه که چی؟ مرا امتحان میکنن. یا
ببینید ما و شما انسان ها یکی دیگر که امتحان میکنیم، نمیگیم که با امتحان میکنیم، ولی خدای پاک از لطف و رحمتش ما را متواتر در جاهای مختلف در قرآن عظیم شان و توسط رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که زندگیتان در امتحان است، کل حالاتتان در امتحان است، همه چیزتان در امتحان است. دیگه وقتی که امیر یادآوری شویم که من در امتحان هستم، انشالله بسیار زیاد در موفقیت ما در امتحان کمک میکنه. این قدم اول آگاهی است. قدم دوم مسئله صبر و استقامت است. صبر و استقامت کلید موفقیت یک مؤمن در همه حالات است و در امتحانها، چی امتحانهای نیکی باشه چی امتحانهای مصیبت باشه، در هر دو حالت صبر ضرورت است، صبر و استقامت. و کلمه صبر در فارسی که ما استفاده میکنیم بعض اوقات یا اکثرا تو به این مفهوم استفاده میشه که میگه دیگه در یک گوشه خانه خود شیشت یا در یک جای شیشت دیگه صبر خود به خدا کرد. این صبر هم بعض اوقات ضروری است و مفید واقع میشه، اما در عین زمان صبر به معنای تداوم و پایداری است. یعنی تداوم تلاش و کوشش انسانی باید وقتی که بفهمیم که یک عمل خیر است، وقتی که بفهمیم که در راه حق قرار داریم و بفهمیم که در این خوشی خدا حاصل میشه، دیگه باید که بسیار در این را صابر باشیم و باید که دوام بتیم، ولو که به مشکلات مواجه شویم، ولو که بسیار زیاد درباره ما تبلیغات شوه و چیزای منفی و بد گفته شوه، ولی چون میفهمیم که خدا انشالله خوش میشه از ما و ایرا راه خداست، دیگه باید صبر نشان بدیم. یعنی صبر هم برای به دست آوردن کارهای خوب و هم برای مقابله با مشکلات ضرورت است. چرا این چیز خوب هم به دست نمیه تا که آدم صبر نکنه. و استقامت و پایداری بسیار انسان واقعا انسان نیک میسازه و شخصیت های بسیار خوب و عالی در بین انسان ها و در هر جامعه به اساس امی صبر و استقامتشان اکثرا قضاوت میشن که یک کس در یک فامیل یک آدم صابر و سنگین و یک آدم نیک باشه که زود قضاوت نکنه، زود فیصله نکنه، زود قار نشه، زود خوش نشه، به سنگینی و به آرامی و به فوق‌العادگی جواب بده و آرام باشه، همگی برایش احترام میکنه، همگی دوستش میداشته باشه. ولی صبر کلید موفقیت هاست و خداوند متعال در سوره بقره وقتی در آیت 155 خواندیم در آخرش میگه و بشر الصابرین، شما بشارت بتین صابرینه، کسانی که در مقابل این مصیبت ها یا این تکلیف ها یا این زیان ها صبر میکنن، بر از اینا خبر خوش بتین که اینا دیگه کسانی هستند که حقیقت درک کردن. نکته دیگه که در موفقیت ما در امتحانهای خداوندی بسیار مؤثر و مفید واقع میشه، یادآوری بعضی حقایق است. وقتی ما خدا یادآور شویم که به طور مثال خداوند متعال در سوره بقره بعد از امون 5 امتحان را که ذکر میکنه، میگه کسانی که صابر باشن اونا میگن که قالوا انا لله و انا الیه راجعون، میگن که ما از آن خدا هستیم و به طرف خدا رفتنی هستیم، رجوع کردنی هستیم. بله، این حقیقت وقتی که یک انسان در مقابل هر امتحان و هر مصیبت به خود یادآوری شوه بسیار کمک میکنه. چرا عقلا و منطقا وقتی که به یاد خود بیاره که همه چیز از خدا هست، حیاتم، زندگی، مالم، اولادم، همسرم، کل چیزایی که در دنیا دارم، نالم و علمم، استعدادم، دیپلمایم، تعلیم و تربیه، همه چیزی که دارم از طرف خداوند است. لذا خداوند هر وقت که خواستی داد، هر وقت که میخواد پس میگیره و هر وقت که میخواد کم میکنه یا زیاد میکنه. منطقا آدم صبر و استقامت پیدا میکنه، چرا میفهمه که همه چیز از طرف خداوند است. و به این ترتیب وقتی میگیم که انا الیه راجعون، ما به طرف خداوند رجوع کردنی هستیم. حقیقت مرگ به یاد خود میاریم که ما این حیات این دنیا بسیار زود گذر است و از این دنیا زود میریم، به زودی رفتنی هستیم. لذا همه چیز ما به شمول حیات ما بالاخره یک روز پس باید تسلیم شود به خداوند و این دنیا خلاص میشه. و لذا اگر مشکلات و امتحان ها است کلش خلاص میشه و مهمی است که در آخرت ما پیش خداوند، پیش پروردگار خود موفق باشیم. و وقتی آدم از آخرت یادآوری میکنه
و حقیقت آخرت بفهمه، راستی که زندگی دنیا بسیار آسان میشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بسیار زیبا حقیقت یاد میکنه در یک حدیثی که مفهوم حدیث میست که وقتی انسان در دوزخ با مجرد که پایش بخوره، هر قدر در دنیا آرامی رو دیده باشه و هر قدر در آسودگی و به اصطلاح در قصر دلکشام اگر زندگی کرده باشه، دیگه باز هیچ کاملا کلش فراموش میکنه و میگه ما هیچ آرامی رو در دنیا ندیدیم. و همین ترتیب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که اگر کسی به مجرد که در جنت داخل شوه و لذات جنت درک کنه و زیبایی ها و تجملات را که خداوند در اونجا به صورت بسیار فوق العاده برای ما آماده ساخته، اگر او را به مجرد که آدم داخل شوه و ببینه، دیگه هر قدر تکلیف هایی که در زندگی دنیا دیده باشه باز کاملا کلش فراموش میشه و میگه که اصلا ما هیچ تکلیف ندیدیم. یعنی یک کسی که به طور مثال کل عمر خدا مگر در زندان تیر کرده باشه و در شکنجه تیر کرده باشه و در یک سیاهچاه به اصطلاح تیر کرده باشه، با مجرد که در جنت پایش بخوره میگه که نه، ما هیچ اصلا تکلیف رو در دنیا ندیدیم. ولی خواهر برادر عزیز، اگر ما خودت بفهمیم که خداوند چی برای ما در آخرت آماده ساخته، هم از لحاظ عذاب و هم از لحاظ پاداش، دیگه باز مشکلات این دنیا و همچنان نعمت‌های این دنیا بسیار برای ما آسانتر میشه که چطور ما عکس العمل نشان بدیم در مقابلشان و چطور خود نگاه کنیم از ناکامی در این امتحانها. نکته دیگه که خداوند متعال یاد میکنه در دیگه جای میگه و ان تصبروا و تتقوا، شما اگر راه صبر و راه تقوا را نگاه کنین و محکم بگیرین، شما در امتحانهای حیاتتان در تمام انواع امتحانهای مختلف حتما کامیاب میشین. راه صبر و راه تقوا. راجع به صبر صحبت کردیم، راجع به تقوا یعنی شما اگر خدا را حاضر ببینین، یعنی اگر احساس کنین که میال خداوند مرا در این حالت میبینه، همین به خود یادآوری کنیم که خداوند میال خوب سر مسائل داره که ما چه قسم عکس العمل نشان میتم. خداوند خوب میال میشنوه گپای ما که ما چی گپا را میزنم. خداوند امیال همه چیز همچنان به ملائکه امر کرده که ثبت کنن. امیر اگه به خود یادآور شویم که خداوند ما را سیل میکنه و خداوند امیال موجود است و خداوند میتونه که امیال امتحان سر ما ختم کنه و مرا امیال از امتحان بکشه و آسان بسازه برای ما این امتحان و موفق بسازه. دیگه باز بسیار همین تقوا سبب کمک ما میشه. و تقوا همچنان محافظت ماست، محافظت ما از نارضایی خداوند، که ما کوشش کنیم که چی کنیم که در امتحان که خدا از پیش ما ناراضی نشه. محافظت ما همچنان از محرومیت از رحمت خداوند است. یعنی همیشه کوشش کنیم در امتحانات خداوندی که چطور ما از رحمت خدا محروم نشیم، این هم تقوا است. و همچنان محافظت از عذاب خداوند، این هم تقوا است که عذاب خداوند وعده شده در دنیای دیگه برای کسانی که در امتحانات این دنیا ناکام میشن. دیگه این نکات انشالله بسیار مفید واقع میشه اگر متوجه باشیم و به خود یادآور شویم. دیگه نکته بسیار مهم که در هر زمان برای ضرورت است که ما توسط از میتونیم موفق شویم در امتحانات خداوندی، که با یاد خود بیاریم که ما وظیفه اصلی ما چیست. وظیفه اصلی ما در همه حالات عبادت و اطاعت خداوند است، بندگی خداوند است. چطور در همه حال تسلیم به خدا باشیم، چطور در همه حال قوانین خداوند و اوامر رسول الله صلی الله علیه و سلم در زندگی خود تطبیق کنیم و برای خود توجیه نکنیم دیگه که حال به مشکلات مواجه هستم، دیگه حال خیره که اگر در این حالت ما عبادت نکردم یا اطاعت نکردم یا راه حرام اگر استفاده کردم دیگه پروا نداره چون حال به مشکل مواجه هستم. نه خواهر عزیز، برادر عزیز، همون حالت است که باید ما زیادتر عبادت کنیم خدا را، زیادتر اطاعت کنیم. هر قدر که نعمت بر ما میرسه یا هر قدر مشکلات بر ما میرسه به خدای خود زیادتر رجوع کنیم. لذا عبادت و اطاعت وظیفه اصلی ماست و اصلا امتحان ما در تمام حالات امی است که آیا بنده ما در این حالات مختلف عبادت و اطاعت ما را میکنه یا ایست که برای خود باز بانه جور میکنه و یا شیطان سرش تاثیر میکنه و زیر تاثیر شیطان میره و از عبادت و اطاعت ما دوری میکنه. نکته آخری است که توکل سر پروردگار خود داشته باشیم، که یعنی اعتماد داشته باشیم سر پروردگار خود که حتما خدای پاک ما را از این امتحانها میکشه
و حتما این امتحان ها ختم شده نیست و حتما تا وقتی که کوشش بندگی خود بکنیم در امتحان ها حتما ما را انشالله خداوند موفق می سازه و کامیاب و سرفراز می سازه. ما وعده کرده خداوند که کسی که در راه ما کوشش کنه، زحمت بکشه، ما او را هدایت میکنم، ما او را کمک میکنم. دیگه حتما کمک خدا، نصرت خدا، هدایت خداوند برای ما رسیده نیست و هیچ باید تشویش زیاد نداشته باشیم، غم نمانیم در دل ما بسیار جا بگیره و توکل سر پروردگار خود داشته باشیم. و بالاتر از همه کلید بسیار مهم آخره که یاد میکنم دعاست که دعاهای بسیار پرسوز، دعاهای بسیار اما تو به حالتهای بیچارگی و عجز و پیش پروردگار خود همیشه بکنیم که خداوندا سر ما امتحان آسان بساز، خداوندا مرا در این امتحانها کامیاب بساز، خداوندا مرا در این امتحانها ناکام نساز. ولی همیشه باید این دعا را بکنیم، چرا امتحانهای خداوندی میتونه بسیار سخت باشه و ما و شما بنده ها بسیار عاجز هستیم و هیچ وقت آرزوی زیر نکنیم که در امتحان قرار بگیریم. همیشه باید بگوییم که خداوندا اگر امتحان میکنی امتحان سر ما آسان بساز و یسر علینا، امتحان آسان بساز سر ما امتحانه. و همچنان دعا کنیم که ما را خداوند مورد فتنه و مورد امتحان مخصوصا کفار و ظالمین قرار نده. دعای بسیار زیبا در قرآن عظیم شان است که خداوند میگه برای ما یاد میده که این دعا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، دیگه جای میگه ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، پروردگارا ما را مورد امتحان کفار، مورد امتحان ظالمین قرار نده که اونا باید سر ما ظلم کنن و باز در وقت ما امتحان شویم یا اونها کارهایی کنن که نتیجه گیری کنن که این راه ما درست است و راه اسلام و مسلمان ها درست نیست، اینطور نتیجه واقع نشه که اونا این نتیجه گیری غلطه بکنن و مسلمان ها بعضا نتیجه گیری غلطه بکنن که این کفار بسیار خوب است یا اینا بسیار خوب هستن یا ظالمین. خداوند متعال همه ما و شما را در امتحانهای مختلف زندگی با تمام امت اسلام، با تمام مسلمان ها، مخصوصا آنهایی که تحت ظلم هستند، آنهایی که بیچاره و مستضعف هستند، کامیاب و سرفراز بسازد و آنهایی را که امتحانها بالایشان بسیار سخت است و به تکالیف مواجه هستند، خداوند متعال امتحان آنها را آسان بسازد و همه ما را در این امتحانها کامیاب و سرفراز بسازد. آمین یا رب العالمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به برنامه انگلیسی لطفاً توجه کنید. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. My dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. I hope and pray that all of you are enjoying various kinds of favors of Allah subhanahu wa ta'ala, including a good health and good spirit. Welcome to Iman and Taqwa show. The topic of today's show is the different kinds of tests that Allah subhanahu wa ta'ala gives to humanity in this world and the ways and methods to succeed in these tests. As we know, this world is a temporary world, and this world is a world of tests. All kinds of tests, trials and tribulations that we have to face in this world. Even if we get rewards and punishments in this world, the reward and punishment is a test that how we react towards those rewards and punishments. And the world of real rewards and punishments is next world, Akhirah. As a Muslim, when we remind ourselves about these
facts of life, handling the tests and succeeding in the tests of life becomes much easier. Yes, we should know that whatever we get in this world is a test, and whatever that we lose is a test. If we get problems, having problems is a test, and if we get favors, having favors is a test. Allah says that we test you with good conditions and with bad conditions. We test you with good and bad. All these different verses of Quran that because of time limit I cannot repeat the Arabic text of the verses were recited in the Farsi program that I hope you have listened to. If not, at least you will know inshallah the translation of the verses. So Allah says that every condition that I give you, basically khair or shar, good and bad, it's a test for you. And Allah subhanahu wa ta'ala tells us that if He gives, if He increases our provisionings, our livelihood, it's a test, and if He reduces it, it's a test. And a lot of us unfortunately forget this fact, or do not know this fact, and we make conclusions and we make quick judgments. For example, if we face some difficulties, we say, oh, what wrong I have done? Why Allah is punishing me? And if we get some good favors, then we make conclusions that, oh, see, look, I am a good servant of Allah. Allah loves me. I'm so close to Allah. Allah has given me all this. Or we conclude that it's a result of all my hard work. You know, I worked so hard. I made so much efforts. Now I'm getting these results. No, my dear brother and sister, everything is a test for us. And even if we have worked hard, we know that sometimes we work very hard, but we don't get much results. And some people don't work at all, or they work very little, they get big results. So we have to know that it's Allah subhanahu wa ta'ala who converts our humble little efforts into big results. And results are always in the hands of Allah, and efforts and intention are in our hands. Yes, as we grow, as we pass different stages of life, we would face all kinds of trials and tribulations. And we may ask, why so much trials and tribulations? You know, trials and tribulations are all meant to help us grow, to help us become a better human being, to help us become strong, to help us get more rewards in the next life, to help us be saved from the punishments of next world. Yes, everything that Allah gives us is a test. And Allah subhanahu wa ta'ala has given us the mind, Allah has given us the intellect to be distinguished from animals and other creatures, and we have the choice of doing good and bad. We have the choice of using these resources, our talent and others, to succeed in the tests of Allah or fail in the tests of Allah. We have been given all the means of success in the tests. So every test that Allah gives us, He means for us good, and as long as we use our resources, we would inshallah succeed in the tests, even though we may not see the results in our life, even though we may not see the results quickly, but definitely as long as we are obeying Allah, as long as we are following the rules of Allah subhanahu wa ta'ala, and we are obeying the example of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and obeying his orders, we should be assured that we are in the path of success. And success in the tests of life comes as a result of first awareness, that we have to remind ourselves that we are being tested. You know, when you remind yourselves that I am being tested, most likely you will have a very mature reaction. Most likely you will control your anger, your frustration. Most likely you will you will control yourself, that you do not become arrogant, you do not become too happy about some favors of Allah subhanahu wa ta'ala. So reminding ourselves and that we are being tested, and awareness of the test is the first key to succeed in the tests of life. Second,
We have to have patience, and we have to have perseverance and a steadfastness. Nothing will happen without patience and perseverance. If we want to accomplish something, we have to be patient. If we want to get out of some difficulties, we have to be patient. Yes, patience is an extremely important feature of a Muslim, a mu'min, that we all have to develop, and we have to really strengthen our patience and perseverance, and both for achieving things and for getting out of difficulties. Another factor that helps us to succeed in the tests of life is reminding ourselves of some facts. For example, Allah says that those who succeed in the test, that glad tidings should be given to them. They are the ones who say that we belong to Allah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We belong to Allah and we are going to return to Allah. If we remind ourselves of these two facts intellectually and using our mind, we can see reasons that why we should be patient, because everything that we have, including our life and all of our possessions, they are all given by Allah subhanahu wa ta'ala, and they are all owned by Allah subhanahu wa ta'ala, and we are only trustees of those provisionings and those resources. So if Allah has given us, Allah can take it at any time from us back. We should know that, and we should remind ourselves that Allah can increase it or decrease it. So when we remind ourselves of this fact, it becomes easy to understand that why Allah took it back, or why Allah reduced it or increased it. The same way, when we remind ourselves that we are going to return to Allah someday, yes, all of my life will be taken and submitted to Allah subhanahu wa ta'ala, and we're going to go to next life. So reminding ourselves of the next life helps us a lot to succeed in the tests of life, of this life. Because if we remember what Allah has prepared for us in next life, then the lives of this world and the tests of this life becomes very easy. See, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said in a beautiful hadith that the basic essence of it is that whatever difficulties a Muslim has faced in this world, as soon as that Muslim enters Jannah, he or she feels that I have not faced any difficulties in this world. And whatever good that we have seen in this world, whatever kind of comforts and luxuries that we have had in this world, as soon as our feet touches hellfire, we will conclude that I have not seen any happiness in this world. And so when we understand what Allah has prepared for us in the next world, in terms of punishments and in terms of rewards, then this life and handling this life, difficulties of this life and happy times of this life become much easier for us to succeed in. Another major important factor to remember is that at all times we have to do our main duty. Our main duty is to worship Allah, to be in His service, to do His servitude, and to obey Him and obey Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As long as we do this, inshallah we will succeed, because the main test is that in different conditions, who obeys Allah, who doesn't. And the last one is the tawakkul, the concept of tawakkul, that we should have trust and reliance on Allah, that Allah will definitely help us and take us out of this trouble and this difficulty. Concept of tawakkul and reliance on Allah will help us a lot. And the last but not the least is the dua, that continuously we should make dua to Allah to make the test easy on us and to help us succeed in the tests of life. May Allah help us to succeed in all the tests and tribulations of this life, and help the whole ummah of Islam to pass the tests of life and become successful. May Allah be with all of us and guide us and protect us. Ameen ya Rabbal Alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.